سلام دوستان، وقت بخیر. یه موضوعی رو می‌خوایم با هم دیگه سریع بررسی بکنیم. اینکه متریالایز ویو توی کلیک هاوس یک گزینه و امکان بسیار خوب هست و توی این موضوع هیچ شکی نیست. منتها با توجه به اینکه تو بسیاری از کاربردهایی که امروزه تو حوزه کلیک هاوس و دیتابیس‌های تحلیلی داریم، سورس دیتای ما چندان ریلایبل نیست، میتونه دیتای تکراری تولید بکنه. اینو تو عمل بارها و بارها شاهدش بودم و شما هم احتمالاً شاهدش بودید. اینکه مثلا اگر با SSIS دارید کار میکنید ممکنه قطع بشه سیستم، دوباره بخواید کار از اول انجام بدید، ایرادی پیش میاد، دوباره ایراد رو رفع میکنید، دوباره دیتا رو اینجست میکنید. تو تمام این مراحل اگر رو دیتای اولیه متریالایز ویو ساخته باشیم، جداول بعدی که روی اون ساخته شده به کمک متریالایز ویو ها، اگر دیتای من حتی اگر ریپلیسینگ مرج تری استفاده بکنم دیتای جدید اینسرت بشه، محاسباتی که به کمک کلیک هاوس انجام دادم همشون غیر قابل اعتماد میشن و دیتاهای در حقیقت غیر صحیح و نادرست رو دارن. این موضوع میخوایم با هم دیگه سریع بررسی بکنیم. برای اینکه این موضوع رو با هم دیگه تست بکنیم، من یه داکر کامپوز آماده کردم. اینجا من یه دونه رد پاندا دارم که نقش کافکای منو داره، یه دونه رد پاندا کنسوله. رد پاندا کنسول روی پورت 9100 میاد بالا. رد پاندای من هم روی حالت اینترنال 2992 و اکسترنال لوکال هاست 9092 این رو داریم. رد پاندا کنسول رو داریم. یه دونه ایمیج کلیک هاوس که اینو همه رو از docker.r1cloud.ir پول میکنم. این سه تا ایمیج رو من دارم. قرار دیتای من توی رد پاندا بشینه، کلیک هاوس دیتا رو از کافکا سریع بخونه و روی اون من یه سری جداول سامینگ مرج تری بسازم و ببینیم که چه اشکالاتی ممکنه پیش بیاد اگه حواس من به سورس دیتا نباشه. این کلاستر رو با هم دیگه میاریم بالا. میام تو خط فرمان docker compose-f compose red panda pg کلیک هاوس. حالا پوستگرس رو حذف کردم. op-detached سه تا سرویس رد پاندا کنسول و کلیک هاوس باید بالا بیاد. این گام اول ماست و چک میکنیم که داخل در حقیقت داکر دسکتاپ ما این سه تا بدون اشکال بالا اومده باشه. همه چیز سبز اوکیه، فعلا مشکلی نداریم. رد پاندا کنسول روی پورت 9100 باید بتونیم ببینیم. لوکال هاست 9100 رد پاندای من اومده بالا. داخل دیبیور به کلیک هاوس هم متصل میشم و آماده میشیم برای اجرای این تستی که میخوایم با هم دیگه بگیریم. دیبیور رو باز میکنم، یه کانکشن به کلیک هاوس میسازم. کلیک هاوس با پورت پیشفرض 81238123 اومده بالا. فقط اینجا یوزرمون میشه دیفالت و به کلیک هاوس متصل میشیم. اوکی، با نام پیشفرض لوکال هاست متصل شد. اینجا توی داکر کامپوز دیبیش رو گذاشتیم آنالیتیکس. اینو میذارم ست از دیفالت و تیبلی فعلا نداریم، با هم دیگه میسازیم. میام توی اسکیل ادیتور، آمادم برای ساخت اولین تیبل ها. اول بعد تاپیکم رو توی کافکا ایجاد بکنم، رد پاندا دیتا اینسرت بکنم و بعد بیام جداولمون رو اینجا بسازیم. خب توی کافکا پرودیوسر حالا اینجا با یووی من کتابخونه رو همینجا اضافه کردم که شما اگر یووی رو سیستمتون داشته باشید با یه یووی ران راحت بتونید اینو اجرا بکنید. کاری که باید اینجا انجام بدیم، من یه سری ایونت دارم تولید میکنم. ایونت های من از 4 تا در حقیقت مقدار یا ستون تشکیل شده. کلید مقدار هم 4 تا کلید داره. ایونت آیدی، ولیو، تایم استمپ، کاتگوری و متصل میشم به لوکال هاست 9092. این تنظیمات رو همون تنظیمات اکسترنالیه که توی رد پاندا دیدیم. اوکی هست. اینجا شروع میکنه و 1000 تا دیتا رو تولید میکنه. اینجا 1000 تا دیتا رو تولید میکنه و ما میخوایم همین رو بررسی بکنیم. مثلا موقعی که تعداد ایونت ها رو میخوایم بررسی بکنیم، وقتی چندین بار
دیتا اینزرت میشه میبینیم اون کانتی که داره به ما نشون میده کانت داره اشتباه نشون میده. خب این دیتا رو میریزه توی چه تاپیکی؟ توی قسمت سند، توی ایونت تاپیک. یه ایونت تاپیک رو میایم و داخل رد پاندا کنسول ایجاد میکنیم. تو رد پاندا کنسول ایجاد میکنیم توی قسمت تاپیکس، نیو تاپیک، اسم تاپیک رو میذارم ایونت تاپیکس. دیتای من به 3 قسمت، حالا چون دیتا کمه مهم نیست، همون یه دونه پارتیشن هم اوکی، اما سعی میکنیم تست واقعی تر باشه. این 3 تا پارتیشن من اینجا دارم برای ایونت تاپیک. آماده این برای اجرای کدهای پایتون. خب تو هم پوشه MV Considerations، این پوشه رو من آدرس رو انتهای ویدیو براتون میذارم. اینجا میام و UV run، البته کتابخونه‌اش تو فایل requirement.txt هست، میتونید اول pip install نصب بکنید و بعد با پایتون با خود دستور عادی پایتون رانش بکنید، فرق خاصی نمیکنه. خب احیانا اگر فیلتر چکن تو روشن باشه ممکنه این ابتدا خطا بده. حالا اینم یه چک بکنید. 1000 تا ایونت تولید شد. 1000 تا ایونت رو من باید الان داخل تاپیک ایونت تاپیک ببینم. تعداد مسیج های من 1000 تا، مسیج هم درست تولید شده و تو کافکا نشسته. این دیتای من. حالا میام و دیتا رو توی کلیک هاوس اینجست میکنم به صورت خودکار با انجین کافکا. این کار رو هم با هم دیگه سریع انجام بدیم. خب توی فایل کلیک هاوس ستاپ اولین تیبلی که میخوام بسازم یه تیبلیه با انجین کافکا. به رد پاندا چون داخل شبکه داکر هست میشه آدرس اینترنال رد پاندا 2992 ایونت تاپیکی که الان ساختیم. اسم کانسیومر گروپ هم میشه کلیک هاوس کانسیومر گروپ. دیتای من به صورت جیسون ایچ روه. تعداد کانسیومر هم یه دونه کافیه، دیتام کمه. به ازای هر کانسیومر هم یه ترید بیشتر بالا نیاره. این اوکی. این یه تیبله. در حقیقت یه اینترفیس با کافکا میسازم، یه واسط با کافکا که دیتا از طریق این وارد کلیک هاوس خواهد شد. خب این رو هم میام داخل دیبیور و تیبل توی دیتابیس آنالیتیکس این تیبل رو ایجاد میکنم. تیبل رو الان من باید اینجا ببینم. خب این تیبل نیست در حقیقت، این یه واسط با کافکا فقط در حقیقت کانسیوم میکنه و بعد من بخوام دیتا رو اینجست کنم باید حتما یه متریال ویو روی این بسازم که دیتا رو به تارگت تیبل من منتقل بکنه. تارگت تیبل من اسمش هست ایونت تارگت، یعنی جایی که قرار دیتاهای کافکا بشینه و ذخیره بشه. اینجا نکته‌ای که وجود داره، اولا تعداد ستون‌های این جدول من تیبل ایونت تارگت همون چارتای جیسون منه به علاوه یه اینجستشن تایم که دیفالتش میشه ناو. وقتی دیتا وارد میشه این اینجستشن تایم هم مقدار میگیره. انجینش رو گذاشتیم ریپلیسینگ مرج تری، ورژنش رو گذاشتیم اینجستشن تایم. یعنی اگر چند تا اینجا اوردر بای ایونت آیدی، پرایمری کی من زیر مجموعه از اوردر بای هست چون پرایمری کی ذکر نشده و یه دونه هم هست. کلا وقتی اوردر بای یه دونه است پرایمری کی قطعا همین ایونت آیدیه. اگر اوردر بای چند تا باشه میتونیم مثلا تو پرایمری کی بگیم که اولی و دومی و سومی. اینجا چون اوردر بای من مشخص شده پرایمری کی مشخص نشده، پرایمری کی قطعا میشه ایونت آیدی. ریپلیسینگ مرج تری قانونش اینه که به ازای اون پرایمری کی که اینجا میشه ایونت آیدی و این ورژن، یعنی اگر من 2 تا ایونت آیدی یکسان داشته باشم اونی که ورژنش بیشتره رو نگه میداره و قبلیه رو دراپ میکنه و حذف میکنه. منتها این کار پشت صحنه و در طی زمان انجام میشه، تو لحظه انجام نمیشه. این هم جزء در حقیقت مسائلیه که وقتی با کلیک هاوس کار میکنیم و دیتای تکراری داریم باید حواسمون بهش باشه. خب این تیبل تارگت منه، دیتا از کافکا قرار اینجا بشینه. این تیبل هم الان اینجا ساخته شد. منتها برای اینکه از کافکا بیاد بشینه داخل این تیبل حتما من یه متریالایز ویو میخوام که متریالایز ویو نقش تریگر رو اینجا ایفا میکنه. در حقیقت به ازای حالا نقش تریگر که به ازای هر دیتایی که توی کافکا میشینه متریالایز ویو تریگر میشه و اینجا میگیم که متریالایز ویو تو ایونت تارگت، یعنی قراره وقتی تریگر میشه و اجرا میشه دیتا رو بریزه داخل ایونت تارگت
به ازای اون داده هایی که این به ازای اون تریگر شده. یعنی شما یهو تو کافکا 100 تا مسیج دریافت کردید، به ازای اون 100 تا مسیج، حالا تعداد مسیج ها رو میتونیم اینجا تو ستینگ بیان بکنیم، چند تا بخونه، به ازای اونها این سلکت اجرا میشه. این سلکت اجرا میشه. شما چی میگید؟ میگید ایونت آیدی ولیو، همون چارت هایی که از جیسون داریم میخونیم، از کافکا داریم میخونیم، فقط تایم استمپی که اونور تولید کردیم و مثلا تبدیل میکنیم به parse date time best effort. این تابع میاد یه استرینگ رو میگیره و تبدیلش میکنه به تایم استمپ. دیتایی که توی جیسون توی در حقیقت کافکای من نشسته، فعلا از اسکیما رجستری استفاده نکردیم و دیتای من یه دیتای استرینگه. اینو تبدیل میکنیم. اینها دیگه نیاز نیست تبدیل بشن و اینجا البته ما اینتو داریم. اینجا داده ها ببینیم، یه لحظه من توی اینجا دیتا رو ببینم. نه، این عدد اینجا استرینگ. این استرینگ رو باید با اون تابع parse date time best effort تبدیل بکنیم به تایم استمپ. این کار رو هم انجام میدیم. کاتگوری هم میشه این دیتا، میشینه کجا؟ توی ایونت تارگت. این رو هم اجرا میکنیم. خب متریالایز وی من الان اومد اینجا نشست. من الان دیتا رو وقتی دیتا وارد کافکا میشه، اتومات توسط این متریالایز ویو که اسمش اینه ایونت کانسیومر ریخته میشه توی این جدول. منتها چون قبلا این دیتا یک بار خونده شده، ببینم اینجا یا نه، الان دفعه اولی که این ساخته میشه، دیتا اینجا هنوز کانسیوم نشده. به محض اینکه این متریالایز ویو روی این انجین کافکا، ببینید این انجین کافکاست، روی این انجین کافکا سوار میشه، این شروع میکنه به کانسیوم کردن پیام هایی که توی این تاپیک وجود داره. یعنی تا قبل از این متریالایز ویوی ایونت کانسیومر چیزی از کافکا خونده نشد. این که الان خونده شده، من انتظار دارم که توی ایونت تارگت من 1000 تا دیتا نشسته باشه. کلیک میکنیم روی این دیتا. خب دیتا رو داریم. این پایین چک میکنم، باید 1000 تا رکورد من توی کلیک هاوس داشته باشم. 1000 تا رکورد رو من دارم. خب حالا ببینید این که مشکلاتی که میگیم پیش میاد تو دنیای واقعی، گاهی اوقات گاهی اوقات یه لحظه ارتباط خود کلیک هاوس با کافکا قطع میشه، با رتماندا قطع میشه و اون آخرین پیام هایی که خونده رو و کامیت نکرده مجبور دوباره اونها رو بخونه. این کار رو میتونیم دستی انجام بدیم، ببینیم چه اتفاقی میفته. این که میگم سورس دیتا همون ریلایبل نیست، اینجاست. من میخوام ریست بکنم آفست کافکا به ازای این کانسیومر گروپ. کدوم کانسیومر گروپ؟ کانسیومر گروپی که اینجا تعریف کردیم برای این تیب انجین کافکا. این به ازای این کانسیومر گروپ میخوام آفست رو ریست کنم. کجا میخوام این کار رو بکنم؟ میخوام برم داخل خود رتپاندا، اینجا با دستور rpk گروپ سیک این کانسیومر گروپ بیارمش به استارت روی تاپیک ایونت تاپیک. آفستش رو ریست میکنم با rpk که دستور خط فرمان رتپانداست. خب فقط اینو زمانی من میتونم ریست بکنم که کانسیومر گروپ من غیر فعال باشه و در حال کار نباشه. برای این منظور من یه لحظه کلیک هاوس که این کلیک هاوس داره دیتا رو از کافکا میخونه، اینو استاپ میکنم. که بتونم داخل رتپاندا exec bash اینو ریست بکنم. خب ریست شد. مجددا اگر من این کلیک هاوس رو اجرا بکنم، ببینید چه اتفاقی میفته. کلیک هاوس میاد بالا، آفست ریست میشه و مجددا این کانسیومر از ابتدا دیتا رو میخونه و متریالایز ویو هم چون ببینه دیتای جدید تو کافکا وارد شده، میاد و دیتا رو میریزه توی ایونت تارگت. با وجود اینکه این ریپلیسینگ مرج تری هست، بذارید اینو با هم دیگه ببینیم. مجددا ایونت تارگت رو من اینجا الان مجدد میگم چقدر دیتا داره، ببینید شد 2000 تا دیتا.
یعنی یک رفت و برگشت، یه دونه قطع و وصلی این در حقیقت انجین کافکا با خود ردپاندا یا کافکا باعث میشه که یه سری دیتا تکراری داشته باشه. حالا تو نسخه های جدید کافکا اومدن یک کم انجین کافکا رو بهبود دادن. یعنی میگه میتونید شما موقعی که تیبل انجین از اون کافکا میسازید الو اکسپریمنتال کافکا آفست استور این کیپر رو آفست استوریج این کیپر رو فعال بکنید و علاوه بر تنظیمات عادی کافکا که با هم دیگه دیدیم، این کیپر پس یه آدرسی بدید. حالا اینجا میتونید اینو حذف کنید، مثلا هر چی خواستید بذارید، مهم نیست. و کافکا رپلیکا نیم، این دوتا رو ست میکنید. حالا هرچند اینجا رپلیکیشن نداریم اما این دوتا رو ست میکنیم. چه اتفاقی میفته؟ خود کافکا حواسش هست که تا کدوم آفست رو یک بار قبلا کانسیوم کرده و 2 مرتبه اونو کانسیوم نمیکنه. خب این میتونه این مشکلی رو که الان من خدمتتون گفتم حل بکنه. یعنی اگر فقط موضوع ارتباط با کافکا قطع بشه و آخرین پیام ها کامیت نشه، چون خود کلیک هاوس میاد اون دیتا رو ذخیره میکنه، آفست استوریج کیپر میاد اینو ذخیره میکنه، این مشکل حل میشه. اما تو دنیای واقعی این تنها مشکل و سورس در حقیقت این کانسیستنسی ما نیست. حالا بریم و مشکل بعدی رو ببینیم. حالا اینجا تا این مرحله کافیه. میخوام برم و اون ماتریالایز ویوی اصلی رو بسازیم، اون سامینگ مرج تری رو با هم دیگه بسازیم. خب میام تو فایل راهنمایی که آماده کردم اینجا، میایم و حالا فایل وریفیکیشن پای خودتون میتونید اجرا بکنید، خیلی الان برای ما مهم نیست. خود ماتریالایز ویو رو اینجا توی کلیک هاوس ستاپ، اینجا تو این مرحله سامینگ مرج تری میخوام یه تیبلی بسازم به عنوان سامینگ مرج تری. این تیبل رو با ماتریالایز ویو میخوام بر اساس داده های ورودی به صورت خودکار پرش بکنم. یعنی چی؟ یعنی من بیام اینجا یه جدول برای آمار و استاتستیک هم میگیرم، ایونت سامری میگم به ازای هر کاتگوری بیا بگو که چند تا مثلا از اون کاتگوری ایونت اتفاق افتاده، حالا چند تا خرید، چند تا فروش، هر چیزی، مجموع کلمون چقدره و لاست آپدیت اینو بهم بگو. که این گذاشتیم دیفالت ناو که بدونیم آخرین باری که این محاسبات روی این کاتگوری انجام شده کیه. از نوع سامینگ مرج تریه و هر کدوم از اینها یه تابع سام سادن، یه سیمپل اگریگیشن فانکشن سام هستن. به ازای اوردر بای کاتگوری، یعنی اینجا پرایمری کی من میشه کاتگوری، به ازای کاتگوری مقادیر عددی با هم روی اونها این توابع اجرا میشه. که اینجا مقادیر غیر عددی مقادیر غیر عددی کاتگوری و لاست آپدیت این پرایمری کی منه، به ازای کاتگوری این دو تا مقدار عددیه ایونتس کانت و توتال ولیو با هم جمع میشه. یعنی من میخوام جمع ایونت ها رو بشمارم و مثلا جمع سفارشات توی 1 ساعت گذشته رو. این لاست آپدیت هم در حقیقت یه تابع نوع ساده است. هر موقع که این محاسبه انجام میشه هم آپدیت میشه. این رو ایجاد کردم، ببینم اینو الان اینجا داریم یا نه اجراش نکردیم. کنترل اینتر این رو هم اجرا کردم. الان این تیبل هم ساخته شد. حالا میخوام یه ماتریالایز ویوی بسازم. مسئله اصلی هم که پیش میاد اینجاست، یعنی ماتریالایز ویو هایی که میسازیم برای خودکارسازی و اتوماسیون در حقیقت گزارشاتمون، برای اینکه لود تحلیل رو از روی حجم زیاد دیتا برداریم، داده ها رو پری اگریگیت بکنیم، آماده بکنیم برای گزارشات. میایم یه ماتریالایز ویو میسازیم. این ماتریالایز ویو رو هم با هم بسازیم. مشکل اصلی اینجاست. اینجا ماتریالایز ویو باز این اسمش میشه ایونت سامری تو ایونت سامری، یعنی قراره اینو پر بکنه. از کجا پر بکنه؟ از ایونت تارگت. ایونت تارگت اون جدولی بود که با کافکا پر میشد. پس هر موقع دیتایی تو این ریخته میشه، این ماتریالایز ویو اتومات صدا زده میشه. موقعی که صدا زده میشه میگم بیا این کاتگوری رو سلکت کن از اون دیتایی که اونجا اینسرت شده، یک رو به ازای هر کدوم از اون دیتاها برای من سلکت کن. چرا یک؟ چون قرار سام گرفته بشه روی یک و وقتی من یک ها رو بشمارم میشه تعداد کل ایونت ها.
و همینطور اون دیتای توتال ولیویی که این دیتا ها اینجا دارن، این ولیو رو تبدیلش کن به اینت، مطمئن میخوایم بشیم اینت 64 و اسمشو بذار توتال ولیو. اینم چون قرار سام روی این انجام بشه، من کار خاصی نمیخواد انجام بدم. خود سامینگ مرج تری به ازای این کاتگوری، وقتی شما مثلا کاتگوری A 10 تا رکورد اینزرت میشه، هر کدوم یه دونه یک خواهند داشت و یه ولیو، تمام یک ها رو جمع میزنه، تمام ولیو ها رو هم جمع میزنه. این کار رو انجام میدیم. خب این متریالایز ویو رو هم میسازم. متریالایز ویو من اینجا ساخته شد. منتها این دیتا رو چون از این دیتای قبلی من اینزرت شده تو جدول ایونت تارگت، اینو الان اگر من روش کلیک بکنم هیچ دیتایی ندارم، چون یه بار دیگه اون زمانی این متریالایز ویو تریگر میشه که دیتا اینزرت بشه توی جدول، و چون قبلا یه بار اینزرت شده و اون زمانی متریالایز ویو وجود نداشته، اگر من بخوام دیتای قبلی رو اینزرت کنم بعد خودم یه اینزرت دستی بنویسم. یعنی همین دستوری که اینجا نوشتیم، همین دستور رو من باید اجرا بکنم. به جای کرییت متریالایز ویو بنویسم insert into events target و بعد اینو بنویسم. حالا به جای کافکا از جدول event target بخونم insert into، ببخشید اینجا همین رو من دوباره باید اجرا بکنم. این تیکه رو insert into event summary select، این ازم دیگه نمیخواد، به جای کل این بعد بنویسم insert into event summary select این دستور که بنویسم اون پر میشه. حالا بذارید اینو یه جور دیگه پرش کنیم. من بیام 2 مرتبه چی رو اجرا بکنم؟ من بیام 2 مرتبه این کد رو اجرا بکنم، کافکا پرودیوسر رو اجرا بکنم. خب دیتای ما اینجا نشست، اینجا من الان باید 3000 تا چون آفست ریست شد، نه اینجا فقط 2000 تا، 2 بار اون فایل پایتون من اجرا شد. اما اینجا توی ایونت تارگت اینجا شد 3000 تا، ببینید این شد 3000 تا. ببینید اینم هنوز بعد از این که الان حدود 10 دقیقه از اینزرت این گذشته هنوز مرج نشده. وقتی حجم دیتایی که دارید اینزرت میکنید کمه، ممکنه این دیتای شما به این زودی ها هم مرج نشه و حتما خودتون باید حواستون باشه که حتی اگر ریپلیسینگ مرج تری بگیرید باز دیتای تکراری میتونید داشته باشید. خب من اینجا الان اگر رفرش رو بزنم این پر شد. F5 زدم، ببینید A events count رندوم دیتا بین این 4 تا تولید شده بود. این حدوداً 236 269 262 233 جمعش میشه 1000 تا و توتال ولیو هم اینه. حالا ببینید اینجا من میتونم بیام و اون جدول ایونت جدول ایونت تارگت رو بیام اپتیمایز بکنم. اپتیمایز تیبل ایونت تارگت، بگم اون ریپلیسینگ رو روش اعمال کن، داده‌های اضافه رو حذف کن. خب اپتیمایز شد. ایونت تارگت من F5 الان اینجا 1000 تا دیتا. این الان دیتا همه چی ولید و بدون اشکال. حالا اگر یک بار دیگه من دیتا رو اینزرت بکنم، قطع شده برنامه، دوباره میخوام این کار رو انجام بدم، چه اتفاقی میفته؟ مجدداً اینجا اگر چک بکنیم میشه 2000 تا. اینو میتونیم با اپتیمایز حلش بکنیم، منتها اینجا دیگه دیتا اشتباه داره تولید میشه. اینجا تو قسمت دیتای سامری من این دیتا درج شد، هنوز این سام روش انجام نشده اما میبینیم که 2 بار درج شد. و من الان اگر اینو ایونت سامری رو بیام و اپتیمایز بکنم، اپتیمایز شد. F5 ببینید دیتا ها دیگه داره اشتباه شمرده میشه. یعنی دیتای من چون 2 بار جدول منبع من پر شده، با وجود اینکه اون جدول سر فرصت دیتای اضافیش پاک میشه. این 2000 تا رو من الان اگر 2 مرتبه بیام اینجا و اینو من اپتیمایز بکنم، این دیتای من الان توی ایونت تارگت F5 رو اگر بزنیم، من یا اینجا کانتش رو بگیریم میشه 1000. اینجا شد 1000.
این اوکی شد. منتها این سامری من دیگه اشتباه شده. اینو هرچی من F5 بزنم اپتیمایز بکنم این دیگه بر نمیگرده. اینجا همون جاییه که یک قطع و وصلی کوچیک بین کلیک هاوس و کافکا و یا ورود مجدد دیتا ممکنه تمام محاسبات متریالایز ویو من رو دچار اشکال بکنه. اینجا همون جاییه که باید خیلی حواسمون باشه متریالایز ویو ها رو با دقت استفاده بکنیم. جایی که مطمئنیم این که ما مثلا توی یه سری پستی چند روز پیش گفتم ما میتونیم از فلینک استفاده بکنیم، اینکه دیتا رو تا 1 ساعت درج نکنیم توی کلیک هاوس، بافر کنیم و بعد بفرستیم، یا از ابزارهایی مثل رایزینگ ویو یا مثلا پروتون تایم پلاس، اینها به ما کمک میکنن که بتونیم این داده های تغییرات رو مثلا تا 1 ساعت آینده تغییرات رو بگیریم. دید اپلیکیشن خود اون ابزار برای ما انجام میدن بسته به کلیدی که بهشون میدیم و دیتایی که وارد کلیک هاوس میشه تا حد امکان دیتایی تر و تمیزیه. یا این اونجا رو باید خیالمون جمع بشه و درستش بکنیم، یا اینجا اگر من میخوام متریالایز ویوی بسازم متریالایز ویو های رفرشبل بسازم، یعنی خودم اعلام کنم که قرار این هر 1 ساعت 1 بار رفرش بشه، هر مثلا 6 ساعت 1 بار، هر 10 دقیقه 1 بار. البته رو حجم زیاد دیتا خود این رفرش کردن هم یه عملیات هزینه بره. در هر صورت این مشکلات وجود داره و اگر شما دارید رو کلیک هاوس بر مبنای متریالایز ویو داشبورد طراحی میکنید بدونید که خیلی باید حواستون جمع باشه. یه رکورد این ور اون ور توی دیتای ورودی شما اضافه تر درج بشه، دیتای ریپورت هاتون دیگه قابل در حقیقت اطمینان نیست، قابل اتکا نیست و ممکنه دیتای نادرست داشته باشید. فقط میخواستم این موضوع رو تاکید بکنم. حالا راه حلش رو باز میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. من برم این بحث رو تمام کنیم و آدرس این گیت هاب این قسمت رو هم در اختیارتون بذارم. خدا نگهدار. این هم آدرس گیت هاب ورکشاپ های سپرهام اسکول. این چیزی که الان با هم دیگه دیدیم این 4 MV considerations بود و میتونید این رو خودتون کدی که من اجرا کردم خودتون اجرا بکنید و تست های خودتون رو این کد بگیرید. موفق باشید. یا علی.